انسان مسلمان همیشه از مدح خود خودداری میکنه. انسان مخلص خود مدح نمیکنه. یعنی یک درجه بالاترش است که حتی کارهایی را که کرده هم به دیگران نمیگه. یک دی مردم کارهایی را که کردن خود میگن، کارهایی را که نکردن هم میگن، بی مورد هم خود توصیف میکنن. به تعبیر عامترش مردمای لافو که لاف خود زیاد میزنن. انسان مخلص لاف خود نمیزنه. عامتر بگم خوب بفهمید، انسان مخلص هیچ وقت لاف خود نمیزنه. چرا؟ به خاطری که انسان مسلمان در ادای مکلفیت‌های شرعی خود مقصر میدانه و وقتی یک نفری در ادای مکلفیت‌های شرعی خود را مقصر بدانه، هیچ وقتی این انگیزه را پیدا نمیکنه که بیاد در مورد خود از خود لاف بزنه. دقت کردین؟ تکرار میکنم، انسان مؤمن مخلص خود را در ادای مکلفیت‌های شرعی خود مقصر میدانه. اگر شما خود در یک مورد مقصر بدانین، بعد از باز این فرصت پیدا میشه که شما بیاین از خود لاف بزنین؟ نه. و این حتی در کدام موارد باشه؟ حتی در انجام فرایض شرعی هست. شما ببینین رسول الله صلی الله علیه و سلم را چقدر عبادت الله را میکرد. عایشه رضی الله عنها همسر مطهره رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت پیامبر توضیح میتونی؟ شما بارها شنیده باشید. گاهی وقتا رسول الله صلی الله علیه و سلم در قیام استاد میشد، به اندازه طولانی قیام میکرد که سوره بقره، آل عمران، نساء و مائده را میخوند. بعد از رکوع میکرد، اما قدر طولانی که قیام کرده بود، اما قدر طولانی رکوع میکرد، اما قدر با سجده میکرد و به حد گریه میکرد که عایشه رضی الله عنها میگه زمین از اشک مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم تر میشد و حتی پاهای مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم ورم میکرد. کسانی که پیامبر را میدیدن دلشان به حال پیامبر میسوخت. بالاخره عایشه رضی الله عنها میگه یک بار پیامبر گفت یا رسول الله تو اینقدر سرت فشار میاری در حالی که الله متعال گفته لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، خطاهای تو را بخشیده، تو این حد فشار میاری؟ باز رسول الله میگفت افلا اكون عبدا شکورا، ای عایشه آیا بنده شکرگزار الله نباشم؟ تو این حد رسول الله صلی الله علیه و سلم در عبادات نافله پابند بود. با وجودی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از ادای فرایض کدام لفظ را بلا فاصله میگفت؟ وقتی نماز را میخوان میگفت الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. معنای گپ چیست؟ معنای گپ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد بر ما این مفهوم را تبارز بده. این واقعیت گپ است که پروردگار تو به او حدی که مستحق عبادتی، ما تو را عبادت نمیتونیم، پس بعد از عبادات هم استغفار طلب بکنیم. وقتی یک نفر بعد از انجام عبادت استغفار طلب بکنه و اینمی استغفار طلبیدنش با قلب بیدار باشه، دیگه برای از او فرصت و زمینه مغرور شدن و لاف زدن خودش وجود میتونه داشته باشه؟ این مفاهیم دینی باید در ذهن و در قلب های ما جا بگیره که اگر فرایض را هم انجام دادیم، بعد از فرایض خود پیش پروردگار استغفار طلب بکنیم. این استغفار نمایشی نیست، واقعی است. کدام ما میتونیم حق عبادت الله را ادا بکنیم؟ میتونیم؟ اگر یک نفری تصور بکنه ما حق عبادت الله را ادا کردیم، بسیار جاهل است. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم بارها در دعای خود میگه پروردگار ما نمیتونیم تو را اونمو حق به مو شکلی که مستحق عبادت تا بکنیم. پروردگار ما نمیتونیم تو را به امو اندازه‌ای که شکرگزاری نعمت‌های تو سر ما لازم است او را ادا کردن نمیتونیم. ما نعمت‌های پروردگار را حساب کردن نمیتونیم، چه رسه که شکر نعمت‌های الله را ادا بکنیم. حالا اگر با اینمی تقصیر بسیار کلانی که در عبادات خود و در دینداری خود به صورت کلی داریم، اگر با اینمی تقصیر خودم بیایم مغرور و متکبر شویم و از خود لاف بزنیم، حقیقتا دینداری ما چقدر مشکل داره و چقدر زیاده در میان ما و شما او انسان‌هایی که با همه اینمی تقصیرات خود را صالح ترین انسان‌ها می‌دانند.